سلام دوستان گرامی، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. در درس امروز با موضوع زمان در خدمت شما هستیم. هدف این است که مفهوم زمان را با استفاده از فعالیت‌های آموزشی فعال آموزش دهیم تا شاگردان بتوانند مفهوم زمان را و واحدات آن را بهتر درک کنند. برای معرفی مفهوم زمان ما یک ساعت شینی می‌سازیم که برای ساخت آن به مواد زیر لازم داریم: 2 عدد بوتل پلاستیکی یا معدنی، یک مقدار ریک یا نمک، یک عدد کرونومتر یا از کرونومتر موبایل میشه استفاده کرد، یک عدد قیف، یک توته کاغذ مقوایی، یک چسب و یک عدد قیچی. این فعالیت شامل 2 مرحله می باشه. در مرحله اول آماده سازی ساعت شینی و در مرحله دوم اندازه‌گیری زمان توسط ساعت شینی که ما ساختیم. ما می توانیم این فعالیت را در صنف با شاگردان انجام بدیم تا شاگردان بتوانند مفهوم اندازه‌گیری زمان را بهتر درک کنند. در اینجا ما تجربه را 2 بار انجام میدیم که در هر دو حالت مقدار ریک 400 گرم ثابت در نظر گرفته شده، اما کاغذ مقوایی یک بار سوراخ آن با قطر 1 سانتی متر در نظر گرفته شده و بار دوم با قطر 7 میلی متر در نظر گرفته شده. حالا ما در مرحله اول با قطر 1 سانتی متر شروع میکنیم. کاغذ مقوایی را چسب میزنیم. این را به دهن یک از بوتل‌ها میچسبانیم. خیلی خوب. حالا بوتل دومی را تا نصفه از شین پر میسازیم. دوباره بوتل اولی را چسب میزنیم و آورده به دهن بوتل دومی میچسبانیم. حالا کرونومتر را آماده میسازیم. به محض چرخاندن بوتل ها که بوتل دارای ریک است بالا قرار بدیم، کرونومتر را فعال میسازیم. در اینجا دیده میشه که ریک به سرعت زیاد پایین میرزه چون قطر سوراخ کاغذ مقوایی زیاد است. به محض خلاص شدن ما استاپواژ استارت میکنیم و نتیجه را یادداشت میکنیم. نتیجه شد 14.89 ثانیه. خیلی خوب. این مرحله را دوباره با قطر 7 میلی متر انجام میدیم. این بار باز هم ما کاغذ مقوایی را چسب میزنیم و این را به دهان بوتل میچسبانیم. به دهان یک از بوتل ها چسباندیم. حالا بوتل دومی را تا نصفه از شین پر میسازیم. شین در هر دو حالت ثابت است. و حالا بوتل اولی را روی بوتل دومی قرار میدیم. کرونومتر را آماده میسازیم. به محض چرخاندن بوتلی که حاوی ریک است بالا قرار میدیم. کرونومتر هم فعال میسازیم. و در اینجا دیده میشه که ریک نسبتاً آهسته تر از دور قبل پایین میرزه، چون هر قدری که قطر کوچکتر شوه همون قدر زمان بیشتر لازم است تا ریک از قسمت بالا به قسمت پایینی تخلیه شوه. خیلی خوب. حالا میبینیم که دور دوم وقتی که قطر کاغذ مقوایی کوچک شد زمان هم بیشتر شد. 30.70 ثانیه وقت را در بر گرفت تا ریک از قسمت بالایی به قسمت پایینی تخلیه شد. برای فعالیت گروهی شاگردان را نظر به تعداد صنفشان به گروه ها تقسیم میکنیم. برشان مواد میتیم و ازشان میخواهیم که هر گروپ ساعت شینی خودشان را بسازند و قبل از انجام تجربه مقدار ریک و قطر سوراخ کاغذ مقوایی را انتخاب کرده و یادداشت کنند. مثلا یک از گروپ ها قطر کاغذ مقوایی را 5 میلی متر در نظر گرفته و مقدار ریک را 200 میلی گرم در نظر گرفته و در جریان تجربه اندازه‌گیری زمان را توسط ساعت شینی که ساخته
بگیره و یادداشت کنه. یعنی هر گروه 3 یادداشت با خود داشته باشند. مقدار ریگ، قطر سوراخ کاغذ مقوایی و زمان تخلیه شدن ریگ از بوتل بالایی به بوتل پایینی. در آخر گروپ ها نتایج فعالیتشان را مقایسه کنند و در اینجا دیده خواهد شد که نتایج اندازه‌گیری ها متفاوت است. پس نتیجه میگیریم که مقدار ریگ اندازه قطر سوراخ کاغذ مقوایی در زمان اندازه‌گیری تاثیر داشته. نتیجه گیری کلی: 1. شاگردان یاد میگیرند که توسط وسایل ساده‌ای که در خانه پیدا میشن می توانند ابزاری بسازند که زمان را توسط آن اندازه بگیرند. 2. واحد استاندارد زمان در سیستم بین المللی ثانیه بوده و به حرف اس نشان داده میشه. 3. دقت و یک نواختی جریان در ساعت شینی مهم است و همچنان زمان دارای واحدهای بزرگتر مثل دقیقه، ساعت، شب و روز و هفته و ماه و سال نیز می باشد که ما در اینجا یک جدول ترتیب کردیم. در این جدول 1 دقیقه مساوی به 60 ثانیه، 1 ساعت مساوی به 60 دقیقه، 1 شب و روز 24 ساعت و 1 هفته مساوی به 7 روز. به می ترتیب 1 ماه مساوی به 30 روز و 1 سال مساوی به 12 ماه می باشد.